عرض سلام و احترام دارم حضور تمام عزیزانی که بیننده چینل یوتیوبی لابراتواری تیست هستین. ما دوستای عزیز خواستم برای رفاه و آسایش هموطنان عزیز، برای جلوگیری از امراض مختلف و گوناگون و برای غنامندی جامعه این چینل یوتیوب را بسازیم تا باشد برای هموطنان، دوستا و عزیزان خود کمک بکنیم. امیدوارم در این راستا با هم همکار باشیم و شما هم با ما همکاری بکنین. دوستای عزیز، در بخش لابراتواری تیست یا تکنولوژی تیبی یا معاینات لابراتواری، این یکی از بخش های تیبی می باشد و یکی از شاخه های تیبی هست که میتواند برای تشخیص، تداوی و جلوگیری امراض کمک بکند. بخش لابراتوار یا معاینات لابراتواری یا تیست های لابراتواری که هست میتواند در کاهش مصارف تداوی و همچنان کاهش مصرفاتی که یعنی غیر ضروری است. یعنی قبل از تشخیص ما میتونیم یعنی راگم باشیم، سردرگم باشیم و مرض ما معلوم نباشد. این باعث میشد که مصرف ما بالا برد و همچنان برای جلوگیری از امراض میتواند کمک بکند. ما قبلا میتونیم چکاپ ها را بکنیم، در صورت داشتن کدام فاکتوری میتونیم با دکتر مراجعه بکنیم و امو ضروریات خود را و امو امراض خود را دور بکنیم یا ضرورت رفع بکنیم. دوستای عزیز، لابراتوار یا معاینات لابراتواری در بخش طب خیلی اهمیت می باشد، چون در تشخیص امراض خیلی کمک میکند برای دکتر، برای افرادی که به امراض دچار هستند میتواند که کمک بکند. و این لابراتوار که از یک مکانی برای تشخیص نمونه های مرضی به صورت تکنیکی، علمی و فنی میتواند که کار بکند و این در تشخیص امراض برای دکتر و برای مریض خیلی میتواند که کمک کننده باشد. در بخش لابراتوار یا معاینات لابراتواری یا بخش تکنولوژی طبی عموما اشخاص و افراد مسلکی ضرورت است. اشخاص و افراد مسلکی میتونن در این بخش کار بکنن. افرادی که از دوره لیسانس یا از یکی از انستیتوت‌های تکنولوژی طبی یا طبی فارغ شده باشند میتونن در این بخش کار بکنن که ما در ویدیوهای بعدی انشاءالله با ما باشین با امراض گوناگون و تشخیص های گوناگون و ماشین های گوناگون میتونیم که شما را آشنا بسازیم. امیدوار هستم که ما را همراهی بکنین و چینل یوتیوب ما را شیر بکنین، زنگوله را بزنین، سابسکرایب بکنین تا دوستان و عزیزانمان خبر بشن و از چیزی که ما میگوییم و در توان ما است بتونن که مستفید شوند و همچنان ما و شما بتونیم برای جامعه در دیده خود کاری کرده باشیم و همچنان در غنامندی جامعه خود سهم داشته باشیم. امیدوار هستم جور، صحت و سلامت باشین و در برنامه‌های بعدی با ما همکار باشین. روزگارتان خوش و تنتان به ناز طبیبان نیازمند مباد. دلتان شاد و خرسند و سلامت باشین.